میگم سعید. بله. بیا اینجا. میگم لالو کجا شده میاکه دیگه؟ همین بوجی پیاز. نمیفهمم. ای با کجا راه چی معلوم نیه همین جگاه خلیفه نیه. ما شما اینجا کار میکنیم هر سه نفر اگه بیای که بازی برفته خو شده باشه یک جامعه خود رد داده باشه موتون هم بیرون میکنه. سعید. همون برو سعی کجای همین پیدا کنه بگو بیا سرکار خوب. باش. برو دیگه خاطر از دیگه هر چی نکنی بچه خاله مانه دیگه باز. لالا رمضان وزیر دستگاه خواهی شده. چی؟ خو شده؟ تو چه دارا کنه؟ و چه کردی به سرم درد میکنه دیگه؟ سرم درد میکنه اینجا جا خیره یک بالم کار بمونده از خاطر تو ما رو هم بیرون میکنه قفم افتلعت تو بدن من بعد باش خاطر به چه خاله داری نمیشه دل بنده تو رو میندازم همین جگاه چه خاله داری به سر جاق باش نشین خو میشی وقت خواله به سر درد من میگم به تو میگم سرم درد میکنه وای بترقه سادی خدا سردردی برو با خونه خو شو خلیفه بیای ما رو هم بیاب میکنه تو رو با خونه برم که با یک روز حقوق مکم شه حقوق مکم شم تو که به چی خاله منی از چی تو خوشی چی مخوشم وخی یک دفعه بزی بگو دو دفعه لیاز مرادم تا حد اندازه داره دیگه وخی یالا وقتی دیگه میگم مخوش شیشته که فقط که ببینی کوکنده همین شیطون همین هست که شیطون ماما میگه سر تو درد میکنه اگه شیطون ماما بگه سر تو درد نمیکنه میام پست تو رو اینجا میکنم خواهی داری سر تو درد میکنه برو با خونه خوب نه یا سر کن ولی میای خلیفه به سر من گپ میزنه این دستگاه مثل که پیرتون یا شاگرد یا پیر منی نیا پیر منه نیا پیر تو بفهمی ما اینجا کار میکنیم ما کارگره اونا رو بدر کنه ما تا یک سال ما کار پیدا نمیشه وقتی دیگه چی شده بیلا چه کار میکنی؟ این سیگار چرا بدم که اینجا میکشی؟ خیلی پیچینه اگه یک دم خلیفه آمده چینه خوبه سرم درد میکنه میگن سرم درد کنه تیار میشه خوبه یا البته این تو آدم به سیگار خوب میشه که تو میگی آقا گولی من چیزم دیگه من لاغریم گولی بخورم چیز میشم زخم کلم میشم تنی تو تنی شطورم کلونتر هنوزه میگی من لاغرم میشم زخمم چکار و فلانه کامش که دیت میکنه چی بکاره بکش تو کردن بند باشه نیه همینطور مستقیم مال میری رو طرف ترکیه مثل که تو به ترکیه میری میکشی این فایده همین چیه تو به من بگو که من بفهمم مغز سر ما تیار میشه تو یک دیگه بکش امکان داره مغز سر تو پوف میشه یا اوف میشه
درد میکنه لالا. معلق آدم میره دو دردی. بچه خاله هیچی نگینه که یک وقتی به پیرمه که گردنم بند باشه من از بیازی از همه غذا پریز من دو قمر پریز میده. اوه پیار تو خبر نداره؟ از دهنم بند باشه لنگ پیرم خبر نیه. کمی تو پینک من مرمور میکنم. مرمور میکنه؟ ها؟ مرمور میکنه؟ من چون باور کن خوبه دیگه که دیگه میدونم. کفتر خیال خری میکنی باو. ها؟ کفتر از آواتیش خیال خری میکنی. تم از تو از کی ایر میکشی تو؟ چند وقت میشه؟ عماله دفعه اول یکم دیلو تونه. کشیدم یکم تکن راب خود دیلو تکن راب سرامو دیلو کشیدم. اوه بیله تیگره همه شونو. می یک رقم نگم یاد دارم. نه هیر که تو بخوردی نگم ما شر بخوردی سیگاره نکنه خیال نون کده بشیر. یار سخت آدمی بودی تو. نشد او دیگه فایده از این چیه؟ این یک رقم همه کتمری تو مثل که به پنجام بخیم تو گیز گیز میکنه شکلی که مرمور کنه. آگیلا چشمام سیاهی که چشمام سیاهی که لالا روی زن من بیعقله همین جا دیگه بخور همین جا کار بکشتی این سه کنک کولی گرشته باز سران سوال کولی گرشته اینو عدل سه بگفتن جا بجا کنه یعنی یک ذره فکر نمیکنه کمینا مال اسلامه. الو سلام بچه خاله خوبی خیریه؟ میگم امیر رمضان به داخل کارگاه سیگار کشیده بود بیامدم سعی کردم دیدم همین جی پرته و دلشوراه و تیار خوشحال باشین خداحافظ. یعنی تو خودتو به چشما خوبه دیدی بچه خاله که رمضان همیتا سیگار کشید دلشورا شروع دا خب صحیحه سعی چی میگم بچه خاله تو حواست باشه باله خب بزوی چی هم نگی باز بیای ما پرسان کنه باز ما خودی گپ میزنم راستیه خیر بینی خداحافظ. یعنی چی تو ایت کار نکنه از ایت کار ما تو از ایت کار ندیدم که سر بزنه هرون میمونم بزی یا الله. السلام علیکم بوجشتنی. سلام خوبه چی عجب یاد ما غریبار کردن اشتنی. شکر زنده باشه. قرار مزاحمت باز دارینه خب که بچه شما گیله خب چیکار کرده با من سر کار که خودم نگاه کار میکنم خود برار من رمضان خب اینا خودم نگاه کار میکنم خب ای بگیر تا این برار من رمضان سیگار داده یعنی به نظر شما این برار من رمضان لایق سیگار کشیدن طالب عمر خود سیگار بکشیده با شأن ما هست که قد سیگار کشیده باشه. یعنی تو میفهمی که علم تو میه که بچه گیلک سیگار بکشه. کاکا جان شما چری ته گپ میزنی باجا جان چری ته گپ میزنی آخه من خود مبرفتم با تا کارگاه دیدم که اکثرا برار رو میگردونه حالا دیگه گلاب چی طرف شما اکثرا میگردونه ابا دیگه چی کسی که خدا تازه نساخته کاکو هم کسی که تازه می کارو بکنه تازه می سیگار بکشه برای بار اول میته میشه دیگه نصف گیلک کشیده بود نصف هم خود کشیده بود
یا ما که ندیدم طالب بچه خود که سیگار باز بکشه. میگم ندیدم اصلا نمید یک گپ هست خوب باشه که در کل خیلی همین اصلا خود خراب نه، دلسوزی به خب هیچ کس خوب نیه با مادر خود 100 دفعه گفتم که دلسوزی برو با بچه اصلا خوب خود خراب دلسوزی میکنی. بده نکنه ما برو برش تگو برش برد و سر کار برد و خیلی من این چیزی به قاسم کرد هرگز دلسوزی نکنه. عجب مردم دلسوزی نکنه. با بلا شما که در نموندم. شما این گپ بگذارید که ما بدانم شما اونجا بران بچه شما من کم بوده با عمر هنجی 20 سال میشه واجه جان، بچه متعال واجه سیگار جان. بچه انقلاب خود ندیده. واجه جان. چک سر گپ شما گپ من گوش کنید بچه شما کنونه بران منو دهنه بوی شیر میداخی اما دیگه چیزی خورده که بول براتون نسخته. دیگه چیزی خورده آه یعنی شما باور نمیکنه که مو سیگار کشیده گیلک سیگار داده بره گفتم بچه و سیگاری نیه. هیچ کس نمیگه حالا که تو میگی کنیم باز باشه شما تو گپ پیل نکنید برو برای کار خورو. گپ خیلی داره سه کنیم باجا به شما چی میگم خب بگو. هم شما و خوشلوچیمه بفهمیدین آه. شما و خوشلوچیمه او برجو ما و زن میاد او برجو اصلا دیگه خوش شما رفتار برو نمیاد کاکا 100 دفعه صفحه تو نشید نو خونه تو نخوردم تو بازی برکن بدی برکن برو برای کار خورو. فقط یک 10 دفعه نون خونه تو خوردم و من سر تن نمیده که تو ای برجو من ای برجو. اصلا نه از روز که ما تو باجه شدیم نه خوش ما از تو میایه نه هم خوش تو از من میایه. برو کاکا برای کار خورو. بابا چه کاره؟ خب شاید این واجه شما راست بگن این گپه. چی راست بگه؟ رد گله که بگیرین. خیلی آدمای که بالا و خیلی حساب هم میکنی گونی به دست معتاد میشه میره بلبلا سرخ خیلی میشن. این گپ که راست میگی. رد گله که شما هم بگیرین ما هم میگیرم. خوش کمی واجه خود دیخ کردین. خب شاید راست بگم. راست میگی این گپ پران که خوب چیزی میگی. تو هم رادل بگی من رادل میگیرم. خب سیه